سلام، وقتتون بخیر. به این ویدیو خوش اومدین. اول خودم معرفی کنم. من فاطمه هستم، 35 سالمه و یه چند ماهی میشه که اومدم کانادا و تو شهر سنت جان زندگی میکنم. چند روز پیش داشتم با یکی از شاگردای قدیمیم صحبت میکردم که بحث رسید به این که اون دوست داشت بیاد کانادا ادامه تحصیل بده. داشتیم راجع به این مسائل صحبت میکردیم که دیدم شروع کرد یه سری سوالا از من پرسیدن و بهونه آوردن و اینکه اینجوری نمیشه، به این دلیل من نمیتونم این کار بکنم. برای همین شد که تصمیم گرفتم یه ویدیو درست کنم و راجع به یه سری موضوعات صحبت کنم. اول از همه این که وقتی که تصمیم میگیرید به مهاجرت تحصیلی، سعی کنید با کسایی مشورت کنید که یا اون تجربه رو داشتن یا اینکه متخصص اون کار هستن. حالا از اینکه این گفته من از اون یکی شنیدم خیلی روی این حرفا حساب نکنید. بذارید راجع به موقعیت خودم بهتون بگم. من الان توی 35 سالگی برای مستر مجدد از دانشگاه مموریال با پارشال فاند تونستم ویزای تحصیلی بگیرم و الان 4 ماهی که کانادا. چرا به این نکات اشاره میکنم؟ چون یکی از چیزهایی که حالا از هم این شاگردم باعث شد که این قضیه برام مهمتر بشه که بتونم اطلاعاتمو در اختیار بقیه قرار بدم، ولی این چیزها رو خیلی میشنوم. مثلا اینکه از سنت از یه حدی بیشتر باشه نباید به بورسیه و فاند فکر کنی، یا اینکه اصلا درصد قبولیت خیلی میاد پایین. یا یه چیز دیگه که خیلی میشنوم اینه که مستر دوم ریسکه، ممکنه یعنی ریسک بهت ویزا نمیدن، حتی ممکنه هم تو جملهشون ندارن. یا یه چیز دیگه، حتما باید رشته خودتو ادامه بدی. به این فکر نکن که بتونی رشته‌تو عوض کنی، اینجوری ریسکت خیلی بالا میره و نمیتونی هیچ جا پذیرش بگیری. حالا این سه تا چیزی که بهتون گفتم دقیقاً فاکتورایی که من خودم تجربه کردم. اولا که من 35 سالمه و دارم با فاند پذیرش گرفتم، پس با سن بالاتر هم میشه فاند گرفت. دوم این که من مستر مجدد تصمیم گرفتم بخونم، حالا به یه دلایلی که شاید توی ویدیو دیگه بیشتر بتونم راجبش صحبت کنم. و اینکه سومین چیزم این بود که رشته خودتو حتما باید ادامه بدی. حالا من یه بک‌گراند بهتون بدم. من تو ایران لیسانس مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست دارم از دانشگاه گیلان. بعد از اون برای مستر با بورسیه اراسموس موندوس رفتم اروپا و یه ارشد گرفتم تو رشته اپلاید اکولوژی یا همون اکولوژی کاربردی که اونم فول فاند بود و توی فرانسه و پرتغال تو 2 تا دانشگاه مختلف باید حتما پروگرام طی میشد. پس تا اینجا من یه مستر دارم. برگشتم ایران به خاطر یه دلایلی و بعد چندین سال اینم خیلی مسئله مهمیه که گپ که به اینم اشاره کنیم. بعد چند سال تصمیم گرفتم دوباره اقدام کنم. اول فکر کردم که میخوام دکترا بخونم، اما حقیقتش این بود که من یه بخش رشته‌مو خیلی دوست دارم ولی به یه بخش خاصش خیلی علاقه بیشتری دارم. بر همین تصمیم گرفتم بگردم دنبال اون قسمتی که علاقم بود. حالا من اینجا چی میخونم؟ من اینجا دارم جامعه شناسی میخونم که اسمش کاملا بی ربطه به پیشینه تحصیلیم، اما سوپروایزرم یا همون استاد راهنما تخصصش روی جامعه شناسی زیست محیطیه. یعنی اینجوری تزم ربط داره به پیشینه تحصیلیم، حتی اگر رشته اسمش اصلا ربطی نداشته باشه. بنابراین با اسم رشته خودتون رو خیلی درگیر نکنید. استاد پیدا کردن مهمتره و اینکه ریسرچی که دوست دارید یا پیشینه ریسرچتون به اون استاد بخوره یا اینکه همسو باشه. این چیزی بود که خودم تجربه کردم. 0 تا 100 کارارم خودم انجام دادم. خب یه تجربه قبلی داشتم، میدونستم چی کار باید بکنم، کاور لتر چجوری بنویسم، با استاد چجوری ایمیل بدم و خب این چیزا.
حالا البته یه فرق نسبتاً بزرگی دوتا ارشدی که دارم میخونم دارن، این که ارشد اول که بهتون گفتم تو اروپا فول فاند بود، یعنی نه تنها که بر دانشگاه پولی نمیدادم، ماهیانه هم برای کمک هزینه زندگی پول میگرفتم. سالی هم یه بار مبلغ تقریبا قابل توجهی برای مسافرت و حالا جابجایی و اینجور چیزا بهمون میدادن. فاندی که اینجا تو کانادا گرفتم، حالا توی دپارتمان ما بهش میگن بیسلاین فاندینگ. یعنی چی؟ یعنی که یه فاند مشخصیه که به تمام دانشجوی فول تایم این رشته تو این دپارتمان تعلق میگیره. بنابراین اینکه بتونید دانشگاه، دپارتمان و استادی پیدا کنید که بتونه بهتون این فاندو بدم کمک بزرگیه. حالا فرقش چیه؟ این فاندی که من میگیرم مقدارش اونقدری نیست حقیقتا که بشه باهاش زندگی کرد، یعنی اصلا نمیشه روش حساب کرد به اون شکل، اما حداقلش اینه که من به پول دانشگاه نمیدم، از رو فاندم کم میشه و یه مبلغ خیلی کمی از فاند باقی میمونه که اونو مستقیما به من میدن و با اون نمیشه زندگی کرد. اما از یه طرف دیگه هم خب تو کانادا شما تو هر کشوری که با ویزای تحصیلی برید یه ساعتی اجازه کار دارید، میتونید پارت تایم کار کنید که خب اگه بتونید اون کار پارت تایم پیدا کنید میتونید هزینه‌های زندگی رو پوشش بدید با توجه به سبک زندگی که دارید. حالا اینا رو خواستم بهتون بگم که بدونید اولا هیچ وقت دیر نیست. من اینو همیشه تو زندگیم باور داشتم، به خاطر اینکه چندین بار تصمیمایی گرفتم و مسیر رو عوض کردم و هیچ کدومش رو پشیمون نیستم و به نظرم تو زندگی بهترین تصمیمایی که گرفتم همین تغییرات بزرگ بود که سعی کردم به حرفی که دیگران میزنن توجه نکنم، نگم دیر شده، نگم حالا اینو تموم کن بعد برو سراغ یه کار دیگه و سعی کنم که زندگی رو هدر ندم. حداقل اون مسیری رو که دارم میرم هر جایی احساس میکنم شاید اونقدر خوشحالم نمیکنه تغییرش بدم و تغییراتی که البته از دستم برمیاد وارد مسیری بشم که برام قشنگتره، برام شیرینتره و تو ذهن خودم آینده بهتری رو برام میسازه. حالا خواستم اولین ویدیویی که میگیرم یه چیزای کلی بهتون گفته باشم راجع به این موضوع و تصمیم دارم که توی ویدیوهای بعدی راجع به این مراحل بیشتر صحبت کنم و اگر کسی دوست داره مثل من تصمیم گرفته حالا مهاجرت بکنه، از مهاجرت تحصیلی بکنه و فکر میکنه که شرایطی داره که اینو براش ممکن نمیکنه و نمیتونه این کار بکنه، شاید این اطلاعات بتونه بهش کمک کنه. اگرم خودتون سوالی دارید که فکر میکنید با توجه به تجربه‌ای که دارم ممکنه بتونم راهنماییتون کنم، میتونید برام بنویسید و من حتما راجبش صحبت میکنم. حالا تو ویدیوهای بعدی سعی دارم راجع به این که مثلا یکی از چیزایی که من به حالا شاگردا، دوستا و آشنام توصیه میکنم اینه که حتما به بورس اراسموس موندوس حتما یه نگاهی بندازن. این بورس رو یک بار هر کسی میتونه استفاده کنه وگرنه من حتما برای دفعه دوم میرفتم سراغش. واقعا عالیه، یعنی به هیچ عنوان شما دغدغه مالی ندارید. از لحظه که شروع میکنید پروسه ویزاتون رو مجانیه تا کل تحصیل و حالا تا اینکه فارغ التحصیل بشید. یکی میخوام که یه ویدیو خیلی چجوری بگم کاملی براتون درست کنم و این بورس رو توضیح بدم و چه رشته هایی داره و حالا شرایطش چجوریه. بعد سعی میکنم راجع به این که چجوری میشه استاد پیدا کرد، چجوری باید ایمیل بزنیم، کاور لتر نوشتن چجوری میتونه، کاور لتر نوشتن خوب چجوری میتونه شانس پذیرش رو بالاتر ببره. و دوست دارم یه ویدیو هم حتما درست کنم راجع به پروسه ویزا گرفتن، چون الان میبینم یه سری آدما حالا یا شرکت هایی هستن که پولای وحشتناک زیادی میگیرن که پروسه رو انجام بدن که یه چیز کاملا آسونیه که همه از پسش برمیان، یعنی یک چیز عجیب غریب تخصصی نیست. یه سری مراحل کاملا مشخصه، یه چک لیستی هست، استپای وجود داره که شما دونه دونه اینا رو میتونید طی کنید و حداقل پولی که دارید رو بذارید که یه جایی که بیشتر به کارتون بیاد ازش استفاده کنید، نه اینکه کاری رو که میتونید خودتون انجام بدید یه عالم پول بدید و یکی دیگه براتون انجام بده بدون
هیچ گارانتی در واقع. من یکی از دوستای خودم از ما فکر میکنم 6-7 ماه زودتر شروع کرد، اونم میخواست بیاد کانادا. اون پروسش رو با وکیل شروع کرد، من پروسه رو خودم شروع کردم، من با همسرم اومدم و ویزای هر دوتامون رو حالا اون پروسه اپلای خودم انجام دادم و ما اینجاییم. اون بنده خداها چند بار ریجکت شدن، دادگاه رفتن، دوباره از نو مجبور شدن شروع کنن و خلاصه اینکه با اینکه وکیل داشتن یه چقدر بهتون بگم، مثلا $10,000 دادن به وکیله بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای بگیرن، چون این شرکت ها و حالا وکیلا براتون گارانتی نمیکنن که مثلا شما اینقدر پول به ما میدید حتما ویزا میشید. از همچین چیزی البته منطقی هم اینه که نمیشه این کار کرد، ولی منظورم اینه که اون پروسه رو خیلی راحت خودتون میتونید طی کنید، مخصوصا تو پروسه ویزای تحصیلی، حالا هر ویزا که بر کانادا میگیرید یه نامه باید بنویسید به سفارت که توضیح بدید که چه رشته میخواد بخونید، چرا این رشته رو انتخاب کردید و یه سری چیزای دیگه که باید توش باشه و اینو هیچ کسی بهتر از خودتون نمیتونه بنویسه. اون چیزی که واقعیت خودتونه و شرایط خودتونه وقتی از زبان خودتون بیرون میاد و حالا از زبان خودتون نوشته میشه تاثیرش واقعا بیشتره. خب دیگه دارم خیلی خارج از بحثی که امروز میخواستم صحبت کنم میرم جلو. حالا یه توضیحات کلی میخواستم بهتون بدم، با هم دیگه آشنا بشیم، شما منو بشناسید، ببینید که حالا روند پیشینه تحصیلیمو که چی میخونم، از کجا شروع کردم به کجا رسیدم چه جوریه. حتما سعی میکنم ویدیوهای بیشتری بگیرم و راجع به هر کدوم از این مراحلی که طی کردم با توجه به تجربه خودم و اون چیزی که خودم بلدم و یاد گرفتم با شما در میون بذارم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین و اگر سوالی، نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید خوشحال میشم که بهم بگید، میتونید برام کامنت بذارید و اینکه روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.